خب عروس خانم جان، ما میدونیم قلب شما خیلی وقت به قلب یاشار ما بله گفته، اما میخوام یک بار دیگه به زبان جاری کنید تا بانگی بزنه به شهادت اله. عروس خانم، با توکل بر حضرت ایزد منان و با عز بر بزرگان و اجازه از پدر و مادر نازنینت که ما یقین داریم پدر جانتون تو جمع حاضر، لبخند زده، دستاش رو به آسمون گشوده است و از صمیم قلب برای اینکه دردانش رو تو لباس عروسی داره میبینه خوشحاله. زندگی آینده خود را به زندگی آینده آقا داماد پیوند بزن با قلبی آکنده از عشق و امید. عروس خانم، آیا حاضر یک شبنم زندگی یاشار باشی؟ وکیل هستم. با احترام به یاد پدرم، با اجازه مادر عزیزم و برای یک خوشبختی با تو بعد